سلام، امروز میخوایم درباره پرونده جنایی باهاتون صحبت کنیم. قبل از اینکه این پرونده رو براتون باز کنیم، لایک و سابسکرایب یادتون نره و اگر از این ویدیو خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید. توی این قسمت قراره که راجع به قتل‌های سریالی مایرا هیندلی و یان بریدی صحبت کنیم. تو سال 1961 مایرا هیندلی 18 ساله با یان بریدی 22 ساله شروع به قرار گذاشتن کردن و از اونجا با هم دوست شدن. 12 جولای سال 1963 یه دختر 16 ساله به اسم پاولین ریس داشته به سمت کلاس رقصش توی منچستر که در شمال غربی انگلیس قرار داره میرفته که مایرا هیندلی 21 ساله کنار اون وای میسه و اونو قانعش میکنه که سوار بشه تا بتونه برسونتش. مایرا با دوست پسرش یان بریدی هماهنگ کرده بوده که این دو رو با موتور تعقیب کنه. یان بریدی قبل از اینکه گلوی پاولین رو ببره به اون تجاوز میکنه و شکنجهش میکنه و بعد جسد این دختر رو توی سدلورث خاک میکنن با هم. این تازه شروع ماجرای قتل‌های سریالی این زوج بوده. چند ماه بعد از قتل پاولین ریس در نوامبر سال 1963 در روز شنبه بعد از ظهر دومین قربانی این زوج که جان کیلبراید 12 ساله بوده رو شکار میکنن و بعد از اینکه بهش تجاوز میکنن با سیم خفش میکنن و به قتل میرسوننش. سومین قربانی این زوج کیس بنت 12 ساله بوده که این اتفاق تو 16 جون بوده و داشته که به خونه مادر بزرگش تو منچستر میرفته. اون رو میدوزن و بعد از اینکه بهش تجاوز میکنن به قتل میرسوننش و جسدش رو در سدلورث با هم دفن میکنن. در 26 دسامبر سال 1964 بریدی و هیندلی به فیرگراوند رفتن و در اونجا لزلی آمدانی 10 ساله رو دیدن و ازش خواستن توی جابجا کردن تعدادی جعبه به اونا کمک کنه. اونا با این ترفند تونستن لزلی رو بدزدن و مجبورش کردن که برای گرفتن یک سری عکسای نامناسب و زننده براشون جست بگیره و یه فایل صوتی 13 دقیقه‌ای ازش ضبط کردن که توی اون لزلی داشته التماس میکرده و گریه میکرده که اونو زنده بذارن، ولی اونا این کارو نکردن و در آخر خفش کردن و بعد دفنش کردن. قسمت جالب ماجرا اینه که در اون زمان اعتماد به نفس بریدی خیلی بالا رفته بود و خیلی به خودش افتخار میکرد. قتلایی که کرده بود و برای برادرزن 17 ساله خودش دیوید اسمیت تعریف کرد تا شاید بتونه اونو تو قتلای بعدی هم دست خودش بکنه. در اکتبر سال 1965 این زوج یک دانشجوی مهندسی 17 ساله به اسم ادوارد ایوانز رو به خونه خودشون کشوندن. بریدی هیندلی رو فرستاد تا بره برادرش اسمیت رو به اونجا بیاره و بعد جلوی چشمای وحشت زده اسمیت ادوارد ایوانز رو با تبر تیکه تیکه کردن و به قتل رسوندن و بریدی و هیندلی با کمک اسمیت صحنه جرم رو پاک کردن. اسمیت با عجله به سمت خونش رفت و از طریق یک تلفن عمومی با پلیس تماس گرفت و پلیس ها رو به سمت جسد ادوارد ایوانز راهنمایی کرد. این زوج یعنی بریدی و هیندلی توسط پلیس دستگیر شدن. موقعی که پلیس در حال جستجوی خونه این زوج بود تونست تعداد زیادی عکس‌های زننده و نامناسبی که از داونی گرفته شده بود و فایل 13 دقیقه صوتی که از اون ضبط شده بود رو پیدا کنه. در کنار اون یه مجموعه بزرگی از عکس‌های قرار داشت که همشون توی سدلورث گرفته شده بودند. در اون زمان 150 پلیس مأمور شدن که سدلورث رو بگردن. اونا تونستن بدن لزلی آمدانی و جان کیلبراید رو پیدا کنن. مایرا هیندلی و یان بریدی در آخر فقط برای 3 قتل مجرم شناخته شدن. اونا در بازجویی‌های بعدی به قتل پاولین ریس و کیس بنت هم اعتراف کردند. این عکسی که می‌بینید از مایرا هیندلی و یان بریدی گرفته شده توی آپریل سال 1966 در زمان دادگاهشون. در مجموع بریدی و هیندلی از سال 1963 تا سال 1965 5 مقتول رو در زمانها و موقعیت‌های مختلف دزدیدن، مورد تجاوز قرار دادن و شکنجهشون دادن و به قتل رسوندنشون. هیندلی با اینکه دائما توسط بریدی مورد سوء استفاده و تحقیر قرار می‌گرفت، اما هنوزم عاشق و شیفته اون بود و برای اینکه اونو راضی و خوشحال نگه داره شروع کرد به شکنجه دادن، خفه کردن و حمله های جنسی قربانی های آسیب پذیر.
توی یکی از مصاحبه‌ها هینلی گفته که بدنش پر بوده از کبودی و زخمایی که به خاطر کتک زدن و گاز گرفتن بریدی به وجود اومده بود. یان همیشه من رو تهدید به کشتن خانواده‌ام می‌کرد و کاملا من رو زیر سلطه خودش داشت. در آخر مایرا هینگلی توی سن 60 سالگی توی سال 2002 در اثر بیماری قلبی توی زندان مرد و یان بریدی که تشخیص داده بودن اون یه بیمار روانیه توی یه تیمارستان که حفاظت خیلی بالایی داشت زندانی شده بود. یان بریدی مدام تکرار می‌کرده که دوست نداره آزاد بشه و اصلا علاقه‌ای به آزاد شدن نداره و مدام می‌خواسته که به اون اجازه مردن بدن. در آخر یان بریدی توی سال 2017 در اثر بیماری انسداد ریه توی تیمارستان مرد.